بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين. عزیزان بیننده، ما دو حلقه درباره بزرگان از بزرگان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، امام محمدی که لقب باقر دارد، صحبت داشتیم و پس از آن پسر ایشان جعفر ابن محمد که با لقب صادق مشهور هستند صحبت داشتیم. امروز باشد درباره پسر جعفر ابن محمد به نام موسی کاظم صحبت خواهیم کرد. گرچه که این صحبت های ما بعضی انسانهایی که به اصطلاح دعوا دارند که محبت اهل بیت رو به خود احتکار کردند و منپول آنها باشد گویا که ناراحت کرده است، اما ما جز اصلاح دیگر نیتی نداریم. این اريد الا الاصلاح ما استطعت. هدف ما بیان کردن فضیلت اهل بیت پیامبر است. آنچنانی که ما صحابه را دوست می‌داریم همون قدر اهل بیت را، بلکه اهل بیت را بسیارتر از صحابه دوست می‌داریم. این از عقیده ما هست. هر عالمی که عقیده اهل سنت و جماعت را نوشته است محبت آنها را از دین و ایمان دانسته است، محبت اهل بیت پیامبر و محبت صحابه را. و در حلقه باقر و صادق رحمت الله علیهما دیدم که چگونه آنها به صحابگان پیامبر و خصوصا ابوبکر و عمر فضیلت قائل بودند، آنها را احترام میکردند و امام صادق فخر میکرد که بابایش از طرف مادریش ابوبکر صدیق است. عزیزان بیننده، حلقه ما امروز درباره موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب الهاشمی القرشی می باشد. امام از امام ها، بزرگ از بزرگان اهل سنت و از سادات بنی هاشم بود و میتونیم بگیم که خیلی علما گفتن من اعبد اهل زمانه، یعنی از انسان‌های عابدترین انسان‌ها در زمان خودش بود و البته از علمای بزرگ بود. نه تنها عابد بود بلکه هم عالم بود هم فقیه بود. ابو حاتم رازی میگه که ثقة صدوق امام من ائمة المسلمین، یعنی بسیار وصف بزرگی است از امام همچون ابو حاتم رازی. میگه ثقه هست، موردی قبول علمای حدیث است و صدوق است، راستگو است و امام از امام، پیشوای از پیشواهای مسلمین است. ذهبی رحمت الله علیه میگه که کان صالحا عابدا جوادا، انسان صالح بود، عابد بود، سخی بود، حلیما کبیر القدری، حلیم بود، بردبار بود و خیلی قدری بزرگ داشت. بعد ذهبی میگه که شیعه های اثنا عشری او را امام هفتم خود و امام معصوم میدونند و در نزد ما اهل سنت و جماعت معصوم جز بابای ایشان محمد صلی الله علیه و سلم وجود ندارد. موسی کاظم رحمت الله علیه سال 128 هجری در ابوا نزدیکی مدینه به دنیا آمدند. خیلی گفتیم پدرشون صادق، یعنی که جعفر صادق یکی از فقهای اسلام بود و هنگام حج گفتن که سلونی قبل ان تفقدونی، ما رو پرسید پس که ما رو دیگر نیابید. و مادرش یک کنیزی به نام ام حمیده اندلوسی بود. بعضی گفتن که وی بربری بود از قبیله امازیغ، خیلی که امروز در مغرب و الجزایر هستند این قوم. کنیاش ابوالحسن و ابو علی بود. از لقبهایش که به اون بسیار مشهور گشته است کاظم است. برای چه موسی کاظم را کاظم میگفتند؟ این لقب را به سبب آن گرفت که اگر به او خبر میرسید که فلانی تو را غیبت کرده است، فلانی درخت رو تهمت کرده است، او مالی را برای آن شخص میفرستاد. یعنی ببینید چقدر بزرگی هست، چقدر بردباری هست که او را تهمت میکند، او را تحقیر میکند، لیکن در جواب از این امام تنگه و طلا و زر و زیور به دست میآورد. حافظ
ذهبی گفت که اگر همین قصه درست باشد و سندش صحیح باشد، گفت که این درجه بالاترین گذشت و حلم و بردباری هست. میتونیم گوییم که امام مجد و بزرگی را در کف خودش داشت. از همه طرف مجد و بزرگی را به دست گرفته بود، چی از جهت علم، چی از جهت فقه، چی از جهت عبادت، چی از جهت زهد، چی از جهت تقوا، چی از جهت سخاوت و مردانگی. امام رحمت الله علیه از پدرش جعفر صادق و از عبدالله بن دینار و عبدالملک بن قدامه روایت کردند و روایت های امام موسی کاظم در سنن ترمذی و در سنن ابن ماجه و مستدرک صحیحین حاکمی نیسابوری و سنن دارقطنی و معجم طبرانی و شعب ایمان بیهقی و طبقات محدثین و دلائل النبوه بیهقی و غیر از مصنفات اهل سنت مملو از روایت امام موسی کاظم است. خیلی که پیشتر درباره پدرش هم گفتیم که امام مسلم، ترمذی، نسائی و ابن ماجه و دیگر از امام مسند احمد و دیگران روایت های از امام جعفر صادق کردند و از محمد باقر باشد امام بخاری و مسلم و دیگران روایت کردند که بزرگی از بزرگان اهل سنت و بزرگی از بزرگان سند در کتاب های اهل سنت اعتبار دارند. موسی کاظم گفتم اهل نماز و عبادت بود. امام ذهبی روایت میکنند که روز امام موسی کاظم وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم شدند، شبانه بود، سجده کردند و کسی میشنید که امام در دعاشون میگفتند که عظم الذنب عندی، یعنی گناه من بسیار شد، معصیت من بسیار شد، سرکشی من بسیار شد، فلیحسن العفو من عندک، نکن عفو از طرف تو است، عفو نیکی برای من عطا بفرما، یا اهل التقوى و یا اهل المغفره، ای ذاتی که اهل تقوا هستی، ای ذاتی که اهل مغفرت و بخشایی هستی. بعد ذهب میگه که فجعل یرددها و یرددها حتی اصبح. میگه همین کلمه رو امام موسی کاظم تکرار میکرد و تکرار میکرد و تکرار میکرد تا اینکه صبح فرا رسید. یعنی ببینید چه خیلی در عبادت فرو میرفت که اینقدر زمانی دراز گذشتهش هم حس نمیکرد تا اینکه شب رو به صبح پیوست کرد. خداوند رحمت کند امام موسی کاظم را. مجد و بزرگواری را از همه طرف به دست گرفته بود، در تقوا، در زهد، در فقه، در عبادت، در علم و اینچنین شرفی، منزلت و قرابت محمد صلی الله علیه وسلم را در دست داشت و فخر میکرد و با همین اعتزاز میکرد. روایت میکنن که بار هارون الرشید خلیفه عباسی حج کرد. بعد از حج مرور به مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم نمود و وقتی که نزدیکی حجره شریف آمد و خواست که به پیامبر علیه السلام سلام دهد و خواست که نزدیکی و قرابت خودش را برای پیامبر نشان دهد، در نزدیکی امام موسی کاظم هم حضور داشتند. هارون نزدیکی قبر آمد و گفت که السلام علیک یا رسول الله یا ابن العم، سلام بر تو ای فرستاده خدا، ای پسر عموی من. زیرا هارون الرشید از اولاد عباس بود، عباس عمه پیامبر بود، عباسیان نیز از اهل بیت حساب میشوند. چخیلی که در حلقه امام باقر گفتیم اهل بیت یعنی که آل علی، آل عقیل، آل جعفر و آل عباس و آل حارث است. این نیز اهل بیت بود و فخر میکرد به اهل بیت بدون خودش. هارون الرشید موسی کاظم باشد این را شنید و خواست که کی به پیغمبر نزدیک بودنش رو نشان دهد عملا و رفت و روبروی قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاد و گفت السلام علیک یا ابتی، سلام بر تو ای پدر جان. الله اکبر. یعنی هارون تو اگر به نسب خودت افتخار میکرده باشی، تو اگر پسر عموی پیامبر بودن رو یعنی فخر حساب میکرده باشی، من نبیره پیامبرم که به منزلت پسرش است.
من حق دارم بگم که پدری من است. بعد هارون الرشید وقتی این رو دید دیگر خودش داشته نتوانست و گفت که یا ابوالحسن هذا الفخر حقا، انا این فخر است، انا این افتخار حقیقی، این افتخار است. یعنی هارون الرشید تنته بود، به اصطلاح بزرگیش اعتراف میکرد. موسی کاظم اینقدر انسان بزرگی بود، اینقدر انسان عالی قدر بود، با وجود این قسم از حیات خود را در زندان پس سر کرد. بس بیان که بعضی انسان‌های خبرکش، بعضی انسان‌های بی‌ناموس در حق امام تهمت‌ها می‌نویسند. گویا که بعضی انسان‌ها به امام نامه فرستاده بیعت خود را اعلام کرده ایستادند تا اینکه بعدتر خلیفه را چپه کنند، انقلاب کنند و کودتایی کرده حکومت را به دست خود گیرند. و امام بیزاری خود را اعلام می‌کردند: من به این چیز کاردار نیستم، من به سیاست شما کارم ندارم. لیکن اونها باور نمی‌کردند و امام را بردند ظلماً زندان کردند. و نقل میکنن که صاحب همون شرطه یا که میلیسه او به نام السند ابن شاهیک بود و یک خواهر داشت. همین سند ابن شاهیک وقتی امام را حبس کرد، خواهرش از او طلب کرد که بیا، گفت من خدمت این مرده کنم، یعنی طعامش تیار میکنند، شاید لباسش میشه. این زن چیزی عجیبی از امام نقل میکنه که در حقیقت بزرگی امام در عبادت و در خداپرستی رو نشان میده. میگه که این زن نماز خفتن رو میخوند، خدا رو حمد میگفت، خدا رو تکبیر میگفت، خدا رو ذکر میکرد. همین خیلی یک قسمی پاس زیادی از شب میرفت، باز میخست نماز میخوند تا اینکه نماز صبح میشد. بعد از اون که نماز صبح رو میخوند تا ضحا، تا نماز چاشت ذکر میکرد. بعد از اون میخواست نماز ضحای خود رو میخوند. بعد اون میگم مسواک میزد. بعد از مسواک طعام میخورد، یک چیز میخورد. بعد از اون خواب میرفت تا نزدیکی زوال، یعنی تا نزدیکی نماز پیشین. بعد از اون میخست نماز پیشین خودش رو میخوند و بعد از اون میگه نماز عصرش میخوند. بعد خدا رو ذکر میکرد. بعد نماز مغرب میخوند. بعد از بین مغرب و خفتن باز عبادت میکرد. خب یعنی تصور کنید انسانی که در زندان است همیشه با خدا هست، با ذکر است، با دعا هست، با نماز است. یعنی ببینید امام اونجا مثلا غمگین شده نشدن، یعنی که روح افتاده هم نشدن، بلکه خود رو به الله تعالی بخشیدن. این زنک همین قدر متاثر شد که گفت که خواب قوم تعرضوا لهذا الرجل، وای بر حال همون قومی که این مرد که آوردن اینجا حبس کردن، وای بر حال اونایی که در حق این تهمت کرده این زندانی کردن. اینقدر بزرگ، اینقدر انسان عظیم، اینقدر انسان خدا ترس از اهل زهد. موسی کاظم رحمت الله تعالی علیه سال 183 وفات کردند و در قبرستان معروف به قبرستان قریش که امروز به نام کاظمیه مشهور است دفن کردند. خداوند موسی کاظم و اجداد بزرگوار او را رحمت و مغفرت کند. تا حلقه آینده درباره علی ابن موسی الرضا شما را در پناه الله تعالی میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.